هرگز به خودتون این اجازه رو ندید که هر کاری رو کنید و هرگز فکر نکنید که اینکه ما بگیم من همه چی رو تجربه کردم، من همه کار کردم افتخاره. افتخار یعنی بگیم من خیلی کارا رو نکردم، خیلی جاها نگفتم و خیلی جاها محکم پای ارزش‌ها و چارچوبان وایسادم و این یعنی اصالت. آدم بیچارچوب اصیل نیست. آدمی که همه کار میکنه، همه چی رو تجربه میکنه، همه چی رو ترای میکنه اصیل نیست. آدم هر جایی اصیل نیست. آدمی که نمیگه اصیله. آدمی که قول میده پاش وای میسته اصیله. آدمی که تعهد و مسئولیت پذیر رو بلده اصیله. آدمی که نگران دل کسی رو بشکنه اصیله. آدمی که قلب آدما رو، روح آدما رو براشون ارزش قائل اصیله. آدمی که به هر قیمتی نمیخواد پولدار بشه اصیله. آدمی که به هر قیمتی نمیخواد دیده بشه اصیله.